سلام خدمت دوستان عزیز، خوشحالم که یک بار دیگه مهمون خونه شما هستیم. امروز قراره به همراه یکی از دوستان عزیزم درباره ایلدیز، تورام و لوکاتلی صحبت کنیم. سه تا از بازیکن‌هایی که عملکرد به نسبت بهتری داشتن از بقیه بازیکن‌ها و برای حمایت از ما سابسکرایب و لایک فراموش نکنید لطفاً. همینجور تو کامنت ها حتما بگید که درباره چه بازیکنایی صحبت کنیم و نظرتون رو درباره این سه بازیکن هم بگید. بریم برای ادامه ویدیو. سلام، من امیر مسعود هستم. خوشحالم که تو این ویدیو از کانال صدای تورین در خدمتتونم. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره که با انرژی خوبتون بتونیم ویدیوهای بهتر و بیشتری براتون بگیریم. تورام یکی از بازیکن‌هایی بوده که فصل پیش به خصوص خیلی فوق‌العاده بود و آمار خوبی داشت توی گل و پاس گل. این فصل حالا به علت شاید مسئولیت و یا شاید این مشکلی که در تیم بود اون عملکرد خوبش رو نتونسته تکرار کنه، هرچند بازم به خاطر سبک بازی که داره و اون استایل بازی که داره بازم یک مهره تاثیرگذار و مهم محسوب میشه تو خط هافبک و به طور کلی تو تیم. و حالا دوستم امیر مسعود بیشتر دربارش صحبت میکنه، اما به طور کلی تورام یک مهره‌ایه که کاملا این پتانسیل رو داره که تبدیل بشه به یکی از بهترین بازیکن‌های ترکیب یوونتوس و حتی تیم ملی فرانسه. هافبک میانی جنگنده‌ای که بیشتر وظیفه بازپسگیری توپ و تخریب حملات حریف، پوشش دفاعی و حمایت ارضی از خط وسط زمین رو داره. قدرت فیزیکی بالا، نبردهای هوایی موفق و خوانش دفاعی از جمله نکات مثبت این بازیکنه. توپگیری و قطع پاس‌های حامل موقعیت خطرناک هم بهش اضافه کنیم. خفرن تورام قدرت حمله توپ خیلی خوبی داره و نفوذهای موثری در قلب دفاع حریف انجام میده. به نظرم برای این پست تکنیک خوبی داره و بارها یار مقابل خودش رو از پیش رو برداشته. تو فاز پاس‌های پیشرونده و خلق بازی برای حمله کمتر اثرگذار بوده. در واقع پلیر میکر خوبی نیست، ولی تو پست خودش انتظارات رو برآورده کرده. پاس‌های اشتباه داشته که تیم رو به زحمت انداخته و یک سری خطاها که نیازی به انجامشون نبوده. مقداری هم از لحاظ تاکتیکی و جاگیری ضعف داره و بعضا اون جایی که باید باشه نیست. چیزی که تو فوتبال تورام خیلی ازش خوشم میاد اینه که بازیکن سربالایی قدرت حفظ توپ خوبی داره و سعی میکنه با حرکت‌های رو به جلو هم تیم رو از زیر فشار بیاره بیرون و هم موقعیت ایجاد کنه. اتفاقا پاس‌های خیلی خوبی داره، اما نمیدونم چرا اینقدر کم استفاده میکنه و کم پاس میده. پاس‌های کلیدی بسیار خوبی ازش دیدیم و خوب موقعیت ایجاد میکنه، ولی نقطه ضعفی که داره اینه که بعضی موقع توپ‌های خیلی بدی رو لو میده و این باعث میشه که تیم بره زیر فشار. خب با توجه به پستی که داره، توپ لو دادن در اون منطقه خیلی خطرناکه و اگه بتونه این نقطه ضعفش رو برطرف کنه، به نظر من تبدیل میشه به یک مهره تقریبا غیر جایگزین و جاش رو از این هم محکم‌تر میکنه. و اما لوکاتلی یکی از عجیب‌ترین موردهای ترکیب یوونتوس به نظر من. بازیکنی که وقتی بازی میکنه خیلی هیت میگیره و وقتی که بازی نمیکنه نبودش کاملا به چشم میاد. به عنوان مثال همونجور که روی صفحه میبینید بالاترین دقت پاس رو داره در بین بازیکن یوونتوس و تو پاس بلند همینجور یکی از بهتریناست و تکل هم همینجور. در واقع یک بازیکنیه که اون وسط زمین بسیار هم جنگنده است و هم با ارسال پاساش چه کوتاه چه بلند همیشه سعی میکنه به بازی تیم ریتم بده. اما چرا اینقدر هیت میگیره؟ شاید که دلیلش میتونه باشه که هنوز توی این فصل آمار پاس گل و گلی نداشته و این خب برای هیچ هافکی آمار جالبی محسوب نمیشه. در واقع یک هافک کاملا دفاعی هم باشه باز توقع میره نقش پررنگتری داشته باشه توی ثبت گل‌های تیم. هرچند به طور کلی ما این فصل خیلی اوضاعمون جالب نبوده و خب لوکاتلی هم شاید به تبع آن اون عملکرد خوبش نداشته، اما به عنوان کاپیتان اول تیم واقعا یک بازیکنیه که تأثیرش تو ترکیب اصلی خیلی مهمه و به خصوص در بعضی از بازی‌ها
به خاطر این ویژگی‌هایی که داره توی ارسال پاس میتونه خیلی گره‌گشا باشه لوکاتلی. کاپیتان اول تیم در این فصل که به عنوان هافبک میانی ثابت استفاده شده و دقایق بالا برای یوونتوس بازی کرده. اون بخش مهمی از ستون بازیسازی بیانکونری به حساب میاد. مانوئل در بازی‌های کلیدی فصل وظیفه اجرای ضربات ایستگاهی فواصل دور، بازیسازی از نیمه خودی و کمک به خط دفاعی رو داشته. کنترل توپ، پاسکاری هدفدار و استقرار تاکتیکی در وسط زمین. همچنین وقتی پای ارسال پاس‌های خط‌شکن و طولی به میون بیاد، اگه نگیم بهترینه، باید بگیم که جزو بهترین‌های تیمه. در کارهای دفاعی هم به کمک خط عقب زمین میاد و فضاهای خالی رو پر میکنه. در زمان پرس فشرده تیم مقابل، دقیقاً همون جایی که نیاز تیم با یه پاس خوب از زیر فشار حمله حریف در بیاد، سرعت بازیسازیش کند میشه. گلزنیش محدود به موقعیت‌های مشخصه و توانایی خلق موقعیت مستقیم گل برای خودش رو کمتر از هافبک‌های کاملاً تهاجمی داره و همین امر باعث شده که این فصل هنوز هیچ گل یا پاس گلی نداشته باشه و از لحاظ آماری این نکته منفی رو یدک میکشه. خب همونجوری رو تصویر هم میبینید ایلیس یکی از بازیکن‌های برجسته یوونتوس بوده در این فصل. مجموعاً با 7 گل و پاس گل نقش پررنگی داشته در نتایجی که کسب کردیم و خب دوباره یک بهترین بازیکن زمین شده و به طور کلی توی پاس کلیدی و بقیه کارهای هجومی یکی از مهره‌های تاثیرگذار و اصلی تیم محسوب میشه. حالا دوستم امیر مسعود بیشتر درباره ایلیس صحبت میکنه، بریم صحبت‌های امیر مسعود رو بشنویم. وینگر مهاجم جوان تکنیکی که خیلی زود خودش رو تو دل همه هواداره یوونتوس جا کرد، چون هم مثل ما عاشق اسطوره این تیم یعنی الکس دل پیرو بود. ایلیس این فصل بارها تو ترکیب قرار گرفته، تو حمله سریع و خلق موقعیت عالیه، هم گل زده و هم پاس گل داده. از نقاط قوتش میشه به سرعت خوبش، کار با توپ تو فضای محدود، حرکت و دریبل زنی رو به جلو، دادن پاس گل و گلزنیش اشاره کرد. شعور تاکتیکی بالا، اعتماد به نفس خوب و نگاه خلاقانه‌ای که به فوتبال داره باعث شده که از خیلی از بازیکن‌های هم پست و هم سن و سال خودش متمایز باشه. همیشه حرکت رو به جلو داره و تو خلق موقعیت بی‌نظیره. البته که هنوز جوونه و نیاز داره که تجربه بیشتری کسب کنه. به عنوان مثال تعداد شوت‌هایی که تو چارچوب داشته خیلی بوده ولی تعداد کمی از اونها تبدیل به گل شده. ولی باید این رو هم در نظر گرفت که توی اوضاع حال حاضر یوونتوس یک استعداد ناب و یک بازیکن خیلی عالیه. امیدوارم که روز به روز پیشرفت کنه و شرایطش بهتر و بهتر بشه. درباره ایلیس میتونم اینو اضافه کنم که کاپیتان سوم تیمه و حالا با مسئولیت برمر یه جوری کاپیتان دوم محسوب میشه. به لحاظ فنی واقعا بازیکنی که حرف برای گفتن داره و همیشه آدم از دیدن فوتبالش لذت میبره. اینکه به تیم تعهد داره و از روی رفع مسئولیت کاری انجام نمیده، بلکه برعکس همیشه سعی میکنه مسئولیت داشته باشه تو تیم، تعهد داره و واقعا سبک بازیش یه سبک کلاسیکه برای ما یوونتوسیا. ما رو همیشه یاد الکس میندازه، اون شوتایی که میزنه، اون واقعا اخلاقی که داره. به نظر من اون خیلی تونسته خودش رو محبوب کنه در بین هوادارا. چیزی که درباره ایلیس یکم پررنگی به نظر من اینه که با توجه به سنش بسیار سطح فنی خوبی داره و تنها نیازش اینه که یک مربی بالا سرش باشه که ایلیس رو به لحاظ سطح تاکتیکی فقط پرورش بده. اینه که این بازیکن رو بذاره در یک موقعیت‌های بهتر که بدون بیشتر بدرخشه و بیشتر اعتماد به نفس کسب کنه و خب طبیعتا آینده بسیار بهتری هم خواهد داشت. به نظر من با توجه به چیزی که از ایلیس میبینم کاملا پتانسیلی رو داره که یک شماره 10 بسیار عالی داشته باشون تو تیم برای سالهای طولانی و امیدوارم که واقعا قدر این بازیکن و جواهرمون رو بدونیم.
خوشحالم که با یه قسمت دیگه مهمونتون بودیم. لطفا تو کامنت ها به ما بگید که نظرتون چیه درباره ویدیوهامون و اینکه دوست دارین درباره چه مسائلی ویدیو بسازیم. در روزهای اخیر تودور اخراج شد و حتما یه قسمت درباره ایگور تودور خواهیم ساخت، اینکه چطور اومد، چطور ادامه داد و چرا اخراج شد. همراه ما باشید، با سابسکرایب و لایک ما رو حمایت کنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.